نام خدا. سلام دوستان، تو این پست افکت سیبر رو با هم کار میکنین. این افکت رو میتونید روی متن، روی عکس، روی شکل، روی هر چیزی که بخواید اعمال کنید. ابتدا از قسمت به علاوه بیان وکتور دراوینگ رو انتخاب کنید. بعد یه نشانه بهتون میده، شما میتونید اینو نشانه گذاری کنید اطراف شکل و یه خط رسم کنید. من از اینجا خط رو شروع میکنم، به علاوه بزنید، بعد یکم برین جلوتر، به علاوه بزنید و این کار رو اطراف شکل ادامه بدید. برین جلوتر و روی مرز شکلتون همینجور نقطه گذاری کنید. بعد از اینکه این کار رو تا آخر ادامه دادید، حالا برگردید روی این قسمت کالر ضربه بزنید، این ممنوع رو انتخاب کنید تا رنگش حذف بشه. بعد وارد قسمت بوردر اند شادو بشید و تیک استروک رو فعال کنید، یکم ضخامتش رو بیشتر کنید، در این حد کافیه. بعد استروک رو رنگش تغییر بدید، مثلا رنگ صورتی من انتخاب میکنم به این صورت. بعد حالا وارد قسمت افکت بشید و افکت فراکتال وارپ رو از قسمت دیستورشن وارپ انتخاب کنید. خب حالا بیاین یه مقدار اینا رو تغییر بدیم، این مقدارش رو یکم ببرین تا آخر، تقریبا به این صورت. بعد جزئیاتش هم تغییر بدید، در این حد کافیه. بعد قسمت مگنیتیودی هم بیان یکم مقدارش رو کمتر کنید، یکم ست بشه با شکلمون به این صورت. خب وارد قسمت پارالاکس بشید، یکی فریم ابتدایی کار بذارید، یکی هم انتهایی رو روی وای ضربه بزنید و مقدار وایش رو تغییر بدین. اینو ببرین حدود -300، در این حد کافیه. اگه بار کار پلی کنید به این شکل در میاد. خب حالا بیاین از شکلتون یه داپلیکیت بگیرید و اون شکل بالایی بیاین حاشیه‌اش رو تغییر بدین، استروک و رنگش تغییر بدین، بعد یک کم مقدارش رو کمتر کنید به این صورت. بعد دوباره بیاین از شکل پایینی یه داپلیکیت بگیرین و پایین‌ترین شکل رو بیاین یه افکت بلر هم روش اجرا کنید، افکت بلر بزنید، افکت باکس بلر رو میتونید روش اجرا کنید به این صورت. بعد دوباره میتونید از شکل پایینی یه داپلیکیت دیگه بگیرید و افکت موشن بلر هم بهش اضافه کنید. وارد قسمت بلر بشین، افکت دایرکشنال بلر رو انتخاب کنید. بعد یکم حالا درصدش رو بیاریم پایین تر به این صورت. اینم از افکت سیبر، امیدوارم این افکت هم مورد استفادهتون قرار بگیره. در پست‌های بعدی هم ازش استفاده میکنیم.